محمد اقبال صدرالدین یک قربانی است. قربانی همین ایده های ارتجاعی که اون دوره زیر تاثیر پدرش، زیر تاثیر سابق حزب نهضت اسلامی مانده بود. یعنی ببینید در اینجا اگر ما تحلیل نماییم میبینیم که اول آن چیزی که در عائله، در محیط عائله از پدرش ملاقلندر به او تاثیر رسیده است و او زیر تاثیر روانی پدر مثلا بگیریم به همین راه رفته است. دوم محیطی که در آنها مثلا بگیریم در عائله آنها، در محیطی که همان پدرش و اعضای حزب نهضت اسلام بودند، تأثیری به واسطه به روانی محمد اقبال صدرالدین رسیده است. و سوم زیر تأثیر ایده های ارتجاعی جهالت پرستی سابق حزب نهضت اسلامی دیگر تمام پیوندان محمد اقبال صدرالدین و پدرش و اون پیروانش زیر همین تاثیر موندند و امروز محمد اقبال صدرالدین به مثل یک بیچاره یا که یک قربانی همین ایده گشته است. یعنی به یک گرداب فرو رفته است که از آن راهی برآمدن را نمی‌بیند.